بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اشتراکداران و تماشابینان برنامه. امروز ما در موضوع وضع سیاسی اتحاد اروپا و تاثیر آن به مهاجران، به خصوص به مهاجران تاجیک صحبت خواهیم کرد. اتحاد اروپا یک سازمان سیاسی و اقتصادی است که از 27 کشور قاره اروپا اعضا هستند. یعنی 27 کشور این قاره اروپا اعضای این سازمان هستند و کشورهای اعضای اتحاد اروپا سال اخیر سیاست خود را در باب مهاجرت تغییر داده است که آن به مهاجران بی تاثیر نیست. مهمان و سخنران برنامه ما رئیس پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری هستند و اگر ایشان ما را دیده ایستاده باشند خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید به برنامه. نشست ما از دو قسم عبارت است. سراول سخنرانی استاد، نظر، اندیشه و تحلیل ایشان را به خصوص عاید سیاست نوی مهاجرت که اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا قبول کردند گوش خواهیم کرد و قسمت دوم برنامه از سوال و جواب عبارت است. من از همگان دعوت میکنم که سوالهای خود را، آنهایی که اشتراکداران در زوم هستند، در چت زوم سوالهای خود را برای من روان کنید و آنهایی که الان در یوتیوب تماشا میکنند سوالهای خود را در کامنت یوتیوب برای من ارسال کنید. به مهمان امروزه این سوالهای شما داده خواهد شد. اگر استاد شما وارد برنامه هستید سخن را برای شما خواهیم داد و اینک شما میتوانید در طول 20-25 دقیقه درباره وضع امروزی سیاست اتحاد اروپا و تاثیر آن به مهاجران صحبت داشته باشید. مرحمت. سلامت باشید برادر الهام جان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حمد بر خدای را و درود بر رسول او محمد صلی الله علیه و سلم. تشکر هم برای دعوت، هم برای برگزاری این صحبت، این وبینار. از نگاه من موضوع خیلی مهم را انتخاب کردید و تشکر هم به شما، به دپارتمنت حقوق و مهاجرت پیمان ملی تاجیکستان و هم به دستگاه اجرایی و همه دستاندرکاران که این صحبت را آماده کردید. چرا این موضوع خیلی مهم است؟ چون ما در اروپا حالا هزارها نفر هموطنان ما تاجیکان به سر میبرند و اتحاد اروپا هم یک سیاست‌های نوی را روی دست گرفت در موضوع مهاجرت و ما میخواهیم نمیخواهیم این سیاست‌های جدید به حیات هر روزه ما تأثیر خواهند رساند، به خصوص برای مهاجرانی که هنوز هم تقدیر آنها روشن نیست. آیا معلوم نیست که آنها پناهندگی میگیرند یا نه؟ کسانی که برای کار آمدن با آنها را چی آینده انتظار است؟ و حتی کسانی هم که الکی مقام پناهندگی گرفتن یا دانشجو هستند یا کار و فعالیت میکنن در اروپا، آنها را چه انتظار است؟ این سیاست‌های جدید اروپا تا کجا به حیات آنها، به وضعیت آنها تاثیر خواهد کرد؟ من یک مقدمه درباره این موضوع خواهم داشت و بعداً به جزئیات مسئله میرویم. چرا مقدمه خیلی مهم است؟ چون ما هنوز هم ماهیت مهاجرت معاصر را درک نکرده ایم. اول اینکه خیلی موضوع مهاجرت موضوع نو نیست، تازه نیست و درست است که الان در این شب و روز در اروپا موضوع مهاجرت یک کمی داغ شد و اون دلیل های خود را دارد، اما مهاجرت این یک پدیده هست که تقریبا برابری خلقت انسان، یعنی هم عصر و هم زمان خود بشر هست. بشر همیشه از یک منطقه به منطقه دیگر هجرت کرده است و ما تاریخ بشریت چقدر که باشد، چقدر به عمق تاریخ ما نگاه نکنیم، تاریخ هجرت هم همون قدر است. و انسان چرا هجرت میکند؟ یک جمله هم در این باره بگم. نظریه های گوناگون هست. حالا ما مهاجرتی
سیاسی داریم، مهاجرت کاری داریم، مهاجرت علمی داریم، مهاجرت دانشجویی داریم. اما اکثر انسان ها وقت دست به هجرت میزنن، تصمیم میگیرن برای هجرت، وقتی که دو ضرورت پیش میاد. ضرورتی از هم اساسی اقتصادی، برای بله زندگی بهتر اقتصادی، و ضرورت دوم آزادی و امنیت. بله تأمین آزادی و امنیت، ولی اساس اقتصاد و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی خود انسان هست. ما اگر خود تاریخ هجرت تاجیکان رو بگیریم، در حداقل در همین 20 سال اخیر بیشتر در جای اول اقتصاد هست. ما اکثر مهاجرین ما به روسیه یا به کشورهای سابق شوروی می روند و اون هم برای جای کار پیدا کردن، برای زندگی بهتر، معاش بهتر، تأمین نیکو احوالی عائله، و گروه دوم برای آزادی یا برای امنیت بیشتر، که این گروه دوم بیشتر به سمت اروپا یا کشورهای نسبتاً آزاد و پیشرفته و دموکراتی هجرت میکنند. یک گروه خیلی کم هست که اونها برای دانشجو بودن، برای مثلا کماندیروفکا مثل دیپلمات ها یا برای طبابت هجرت میکنند که این خاراکتر موقتی دارد. خب نکته دیوم در مقدمه این است که موضوع مهاجرت تنها یک موضوع حقوقی نیست، این موضوع سیاسی هم هست و امروز میتوان از روی مهاجرت این یا آن کشور سطح نیکو احوالی اون ملت، اون کشور و تا کدام حد ناکام یا کامیاب بودن حکومت اون کشور رو هم بها داد. و شک نیست که در دنیا نیست یگان دولت، یگان ملتی که مهاجر نداشته باشد. شما بهترین کشور دنیا رو بگیرید، حالا از روی معیارهای زندگی انسان، ما یک کشورهای دهگانه داریم، مثل چندی از کشورهای مثل نروژ، شویتزاریا، امریکا، آلمان، ژاپن، کویت. اینها رو هم بگیرید، در همین کشورهایی که نیکو احوالیشون به عالی‌ترین سطح رسیده است ما مهاجر داریم. مهاجر میتواند برای جای کار باشد، برای آموزش باشد، برای تحقیقات باشد. برای مثال یک امریکایی وقتی که یک معاش خوب پیشنهاد میکنن در ژاپن یا در افریقا، حتی در تاجیکستان هم میاد در اونجا کار میکند و در سازمان‌های بین‌المللی او هم یک مهاجر است، مهاجر برای معاش بهتر. اما معیار این نیست که آیا ما از این کشورها مهاجر داریم یا نداریم. باز تکرار میکنم همه کشورهای دنیا مهاجر دارند. ما وقتی که این بحث رو در شبکه‌ها در جامعه ها میکنیم، بعضی از وقتی موضوع این طور مطرح میشود که یکی از نشانه های ناکام بودن حکومت تاجیکستان برای مثال این زیاد بودن مهاجرین تاجیک در روسیه و دیگر کشورها هست، طرفداران حکومت دلیل میارند که مهاجرت یک پدیده جهانی و عمومی هست، همه شمول هست و هیچ کشوری در دنیا نیست که مهاجر نداشته باشد. واقعا راست میگن در این مسئله، حرف درست میگن، چون ما هیچ کشوری رو نداریم که مهاجر نداشته باشد. اما وقتی میگیم که مهاجرت یکی از معیارهای بها دادن به کامیاب بودن یا ناکام بودن این یا آن کشور هست، ما باید این مسئله را به نظر بگیریم که چند درصد اهالی قابل مهنت این کشور در هجرت قرار دارد. یعنی اگر مثلا بگیریم 1% امریکایی ها، 1% ژاپنی ها، 1% نروژی ها یا شویتزاری ها، کویتی ها مهاجرت میکنند با هر دلیلی باشد، این هنوز برای ما دلیل نیست که بگیم که در این کشور سطح نیکو احوالی خیلی پست است. اما وقتی که شماره هجرت کنندگان قوه کاری از یک فایز معین عبور میکند میگذرد، این علاقه دلالت به آن میکند که این کشور در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و داخلی خودش ناکام است. برای مثال اگر تاجیکستان رو بگیرید، حالا چون حکومت تاجیکستان این آمار رو تقریبا مخفی کرده است، دو آمار رو، یکی شماره واقعی مهاجرین رو، دیگر شماره مبلغی که مهاجرین به وطن میفرستند، این هر دو رو حکومت تاجیکستان سیر نگه می‌دارد، زیرا می‌داند که با آشکار کردن این رقم مسئله تا کدام حد کامیاب ناکام شدنش در سیاست‌های داخلی آشکار می‌شود. من فکر می‌کنم که حکومت تاجیکستان یکی از ناکامترین
حکومت‌های دنیا هست که نتوانسته است اهالی خود را، شهروندان خود را، بخصوص شهروندان دارای قوه کاری را در داخل کشور با کار و ملتش را با یک حد معین نیک احوالی تأمین کند و این سبب اصلی هجرت تاجیکان به خارج است. و سبب دیوم این نبودن آزادی ها، نبودن آینده، پرسپکتیو و امنیت در تاجیکستان برای یک بخش از اهالی تاجیکستان، بخصوص برای آنهایی که از لحاظ سیاسی فعال هستند، آزاداندیش هستند، نخبگان سیاسی، اینتلیگنسیا، فعالان حزب و حرکت‌های سیاسی، ژورنالیست‌ها، ادوکات‌ها. برای اینها هم از لحاظ اقتصادی جای کار نیست و هم از لحاظ آزادی و امنیت شرایط مهیا نیست و اینها مجبور به هجرت میشن. اما قسم اساسی مهاجرین تاجیک اینا کسانی هستند که با سیاست چندان سر و کار ندارند، بلکه برای پیدا کردن یک شرایط بهتر اقتصادی هجرت میکنند. در هر صورت این یکی از معیارهای معین کننده کامیاب یا ناکام بودن کشورها می باشد که متاسفانه تاجیکستان ما هم از جمله کشورهای خیلی هم ناکام محسوب می شود که تقریبا نزدیک بین 40 تا 50% قوه کاریش در خارج به سر می برد. خب سوال دیگر این است که چرا مردم به کشورهای علاهیده بیشتر هجرت میکنند؟ مثلا تاجیکان بیشتر به روسیه، اما در مجموع تمام دنیا از افریقا و آسیا و از امریکای لاتین، یعنی از جنوب سیاره به شمال سیاره هجرت کرده ایستادند. دلیل هم یکی هست و این را دیگر نمیشد پنهان کرد، چون زندگی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ آزادی ها در قسمت شمالی سیاره امروز در همین 100 ساله بهتر است. ما وقتی قسمت شمالی سیاره میگیم، حتی امریکای شمالی از امریکای جنوبی زندگیش بهتر است. اروپای شمالی از اروپای جنوبی، یا در مجموع اروپا از افریقا و آسیا. حتی کشورهای شمالی آسیا هم مثل ژاپن و کره و اینها سطح زندگیشون از کشورهای جنوبی آسیا باز هم بهتر است. بنابر همین سمت هجرت بشریت اهالی از جنوب به شمال است اکثرا و اونم باز بیشتر به کشورهای اروپایی و امریکا، کانادا، در مجموع به غرب. و اگر سوال را جدا از این دیدگاه های ایدئولوژیک و سیاسی کنیم، میتوان گفت که اکثریت مهاجرین در بشریت در امروز در جهان این به خاطر باز همون دو مسئله است که در اول گفتیم. یکی اقتصاد، معاش خوب، زندگی بهتر، دسترسی به امکانات بهتری اقتصادی، و دوم در جستجوی آزادی و امنیت هستند مردم. و این هر دو را امروز بیشتر در غرب پیدا میکنند، در کشورهای غربی، در اروپا یا در امریکا یا در کانادا. همین است که بشریت امروز وقتی که مسئله هجرت پیش می آید در ذهنش تصمیم میگیرد که هجرت کند، نه به سمت جنوبی سیاره، بلکه بیشتر به شمال و اون هم به کشورهای علاهیده هجرت میکنند. و این دلیل هاش هم معلوم است. یکی اقتصاد، دیگر آزادی، سوم سیاست مهاجرت این کشورها تا امروز، تا این لحظه ها این امکانیت رو میداد که مهاجرین که به اینجا میآیند آسانتر، سبکتر بتوانند جای نو، وطنی نو، شرایط های نو رو پیدا کنند و زندگی خود را آغاز کنند. اما الان موضوع ما هم همین است که آیا در آینده هم چنین خواهد بود یا نه؟ یعنی ما وقتی نوع موضوع رو گذاشتیم که سیاست های نوی اروپا و تاثیر آن به مهاجرین، ما نباید اینجا فقط سیاست های نوی اروپا در سمت مهاجرت رو به نظر بگیریم. من موضوع را کمی وسیع‌تر میگیرم، زیرا در مجموع سیاست های نوی اروپا باعث شده است که به مهاجرت هم تاثیر برساند. چند پیش اتحاد اروپا در یک جلسه استثنایی خود به یک نتیجه نهایی رسید و یک سند بسیار از نگاه خود اروپاییان مهم را به تصویب رساند که اون را با نام سیاست‌های نوی اروپا و جاری کردن مکانیزم سالیداریتی مکانیزم در سیاست مهاجرت نامگذاری کردن. این چه معنی دارد؟
این معنی آن را دارد که دیگر در بین همه کشورهای اتحاد اروپایی یک سیاست هم آهنگ شده مشترک در موضوع مهاجرت تطبیق خواهد شد. قبلا در مسئله مهاجرت کاری فردی هر کشور بود. مثلا سیاست مهاجرت یونان از ایتالیا فرق میکرد، ایتالیا از اسپانیا، اسپانیا از آلمان. بعضی کشورهای عضو اتحاد اروپایی مثل ونگریا یا پولشا کاملا یک سیاست مهاجرت دیگر داشتند. ونگریا اعلان کرده بود که اصلا یگان مهاجر قبول نخواهد کرد و نمیکرد و هر کسی هم که وارد ونگریا میشد مستقیما مرزها رو میگذاشت به کشورهای دیگر، به اروپای غربی شمالی مثل آلمان، فرانسه و کشورهای اسکاندیناویا میرفت. برای آنکه هم در ونگریا شرایط چندان خوب نیست از لحاظ اقتصادی و هم حکومت این کشور اعلان کرده بود که یگان خیلی مهاجر نمیپذیرد. مثلا کسانی که در یونان می آمدن مهاجر میشدند از افریقا، از کشورهای آسیایی از طریق بحر میگذاشتن به بیشتر به یونان و قسمی به ایتالیا. یک گروه در همونجا می ایستادن ولی گروه دیگرش قسم اساسیش باز هجرت میکرد، با هر راه غیر قانونی به آلمان و فرانسه خود را میرسوند برای اینکه در اینجا شرایط اقتصادی کمی بهتر است و پیشتر یک سیاستی هماهنگ شده نبود. اما الان کشورهای عضو اتحاد اروپا به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های قبلی یک کمی ناعادلانه بود. ناعادلانه از کدام جهت؟ وقتی که کشورهای مثل یونان، مثل ایتالیا که مردم با واسطه کشتی زورق‌های خرد، کشتی‌های کلان خود را به مرزهای این کشورها می‌رساندند و مرزبانها، سرحدبانان، مسئولان مهاجرت این کشورها اونها را قبول می‌کردند، در لاگرها جا می‌کردند. یکم که یک فشار بزرگ اقتصادی بالای این کشورها بود، چون این کشورها مجبور بودند که از بودجه خودشان این مهاجرین را بخورانند، بپوشانند، تأمین کنند، در لاگرها جا کنند. و دوم اینکه اقتصاد این کشورها چندان اقتصاد قوی نیست و وضع اجتماعی مهاجرین هم در این کشورها خیلی بد بود، شرایط اقتصادی بد و هیچ گونه پول برای آنها زیاد پرداخت کرده نمیشد غیر از جای خواب و خورد و خوراک و اکثر آنها مجبور بودند با راههای غیر قانونی هجرت کنند به آلمان و کشورهای نسبتاً پیشرفته. و وقتی که اونها در یونان می آمدن مثلا یا در ایتالیا یا جای دیگر، اون ایزی انگشتان از اونها گرفته می شود. طبق سازشنامه عمومی که با نام سازشنامه دوبلین مشهور است و در اون کشورهای اروپایی تصمیم گرفته بودند که هر مهاجر وارد یک کشور عضو اتحاد اروپا شد و در اونجا خود را ثبت نام کرد، دیگر حق ندارد در کشور دیگر پناهندگی طلب کند و اون کشور باید او را برگرداند به اون کشور اول. و برای همین این هم باعث سرگردانی مهاجرین بود، هم باعث فشار بالای کشورهایی که اول در مرز اتحاد اروپا قرار دارند بالا اینها فشار بود و باعث شکایت ها و رد و بدل های طولانی این کشورها بین یکدیگر بود. حالا بعد 10 سال گفت و شنید و گذشته از این طرف و اون طرف، اینا بالاخره به یک نتیجه رسیدن که باید سیاست های مهاجرت یک بازنگری شود. حالا به چی نتیجه رسیدن؟ من خیلی کوتاه نکته های اساسی را اینجا بیان میکنم تا اینکه مهاجرین از گرامی ما در جریان باشند که نتیجه این سیاست ها چی است. اول اینکه اتحاد اروپا به این نتیجه رسید که قبول مهاجر را در آینده کمتر کنند. من حالا در آینده بعد خواهم گفت که با چی دلیل. یکمی که کمتر کردن قبولی و بیشتر دادن نگاتیو، قرارهای منفی که مهاجرین را از اتحاد اروپا بیرون کنند. این یک. دوم اینکه در کشورهای مرزی هم اتحاد اروپا و هم بیرون از اتحاد اروپا لاگرهای مخصوص ساخته می شود. در آینده این برنامه را دارند. مهاجر که آمد در همون لاگر خود را ثبت نام میکند و در اونجا پروندهش در مدتی نه بیشتر از 3 ماه بررسی می شود که آیا با او پناهندگی بدهند یا نه و با کدام کشور این باید حرکت کنه، در کدام کشور باید جابجا شود. دیگر مثلا حاضر خود مهاجر انتخاب میکرد که در کدام کشور برود، آلمان، فرانسه
اون قبول میکند یا نه مسئله دیگر است. اما در آینده چنین خواهد شد در سالهای بعدی. الان این مکانیزم نیست، اما تصمیم گرفتن که از سالهای آینده آهسته آهسته این لاگرها ساخته شود، در اونجا پونکت‌های قبول تأسیس داده شود. وقتی که مهاجر میآید خود را معرفی میکند، در همونجا بررسی میکنن پروندهش رو، در دوام 3 ماه قبول کنند یا نه، و خود همون پونکت قبول کننده تصمیم میگیرد که این مهاجر را به کدام کشور بفرستد. به یونان، به ایتالیا، به اسپانیا، به آلمان، به فرانسه، به استرالیا، به هر کشوری که اونا تصمیم میگیرن، پرونده این مهاجر رو میفرستند به همون کشور و اگر اون کشور پذیرفت این رو میفرستند. اگر نپذیرفت پرونده رو میفرستند به یک کشور دیگر، مثلا به یونان یا به ایتالیا یا به پولشا، به یگان کشور مرزی دیگر. اما کشوری که در اول پرونده برای او فرستاده شده بود، مثلا به آلمان، به نروژ، به فرانسه، ولی او رد کرد که این مهاجر را قبول کند، به کشور دوم که قبول میکند این مهاجر را یک مبلغ معین را همچون جبران یا کمپنساسیون پرداخت میکند. حالا اینا مشورت دارن که این مبلغ 20,000 یورو است، 40,000، 50,000 یورو است، بعدا معلوم خواهد شد. و چرا این سیاست را قبول کردن؟ برای آنکه این برای بعضی کشورهای کمبیزات اروپایی مثل یونان، مثل کشورهای جنوب، اینا یک کمی کمک مالی می شود و وقتی که آلمان مثلا یا فرانسه این مهاجر را قبول نمی کند، اون در همون یونان می ایستد، اما آلمان برای این مهاجر به یونان یک مبلغ را جبران پولی پرداخت می کند و از این پول یونان برای مثال به این مهاجر صرف‌های خراجات‌های زندگی و خورد و خوراکی رو انجام خواهد داد. و این حالا به چنین خلاصه آمدن که به نفع همه کشورهای اروپایی است. یکم این که مثلا کشورهای نسبتاً بای ولی الکی از مهاجر سیر شده، پر شده، دیگر مهاجر قبول نمیکنند، به جای اون مبلغ پرداخت میکنند به کشورهای نسبتاً ضعیف. و اون کشورهای مرزی اروپایی مثل ایتالیا، اسپانیا، یونان، ونگریا، پولشا، اینها یا کشورهای بالتیک، اینها مهاجر بیشتر قبول میکنند، ولی از کشورهای نسبتاً بای از اتحاد اروپا مبلغ بیشتر برای مهاجرین برای آنها فرستاده میشود. و چون که پیشتر هم گفتم که مهلت بررسی کوتاه کرده می شود و یک نکته بسیار مهم است اینجا باید مهاجرین محترم ما، همدیاران ما باید خیلی اهمیت بدیم. کشورهای اروپایی، اتحاد اروپا و بخصوص هر کشور علاوه مثلا آلمان با همه کشورهای دنیا که از آن مهاجر می آید سازشنامه امضا کرده ایستاده است. با کشورهای افریقایی، با کشورهای آسیای مرکزی، با آسیا، با همه سازشنامه دو طرفه امضا میکنند. محتوای این سازشنامه چی هست؟ اگر اون کشوری که از اونجا مهاجر آمده است آماده باشد که شهروند خود را قبول کند، وقتی که آلمان برمیگرداند او شهروند را قبول میکند، در عوض این آلمان به این کشور چند امتیاز میدهد. یکی امتیاز ویزا برای کارمندان دولتی، برای دانشجویان، برای کسانی که به طور قانونی برای طبابت، برای کار، برای کماندیروفکا برای میان، ترتیب دادن ویزا را در سفارت‌ها آسان‌تر میکند. دوم به این کشورها قرض‌ها و گرانت‌های امتیازناک میدهد. سوم در پروژه‌های اقتصادی این کشورها سرمایه‌گذاری خواهد کرد. مثلا وقتی که همین گونه سازشنامه را حکومت آلمان خواست که با نیگریا، با تونس، با مراکو، با الژیر، با کشورهای آفریقای شمالی امضا کند، آن کشورها قبول نکردند. برای چی؟ برای اینکه گفتند که از این کشورها شماره زیاد مهاجرین در اروپا هست. اگر اینا همشون برگردند، اینا باید جای کار تامین باشند، جای درس، مشکلات زیاد با وجود خواهد آمد و این کشورها به این نتیجه رسیدند که بهتر است که این شهروندانشون در اروپا بمانند، در اونجا کار کنند و اونها مبلغ‌ها رو به خانواده‌شون میفرستند. از طرف دیگر این کشورها هم که اکثرا کشورهای دیکتاتوری هستند از درد سر این مهاجرین و شهروندان خود خلاص میشن. اما چرا کشورهای آسیای مرکزی با کمال میل این سازشنامه را امضا کردن، از اون جمله تاجیکستان ما هم. بین تاجیکستان و حکومت آلمان سازشنامه امضا شده است درباره قبول کردن شهروندانی که
در آلمان قرار منفی میگیرن، پناهندگی نمیگیرن. نوبسته از اون که در وطن اینها را چه انتظار هست، آلمان اونها را پس میفرستد و حکومت تاجیکستان هم عهدهدار شده است که کسانی را که حکومت آلمان پس میفرستد، یکم زندانی نکند، اذیت نکند، تحت فشار قرار ندهد و در عوض هر یک مهاجری که قبول میکند، طبق اون سازشنامه حکومت آلمان به حکومت تاجیکستان، به دولت تاجیکستان امتیازهای را پیش بینی میکند، مثل قرضهای امتیازناک، مثل سرمایه گذاری و مثل قبول بیشتری ویزاهای رسمی برای دانشجویان، برای کارمندان، برای کسانی که برای طبابت میآیند. و حکومت تاجیکستان هم از این برد خواهد کرد. چرا؟ یکمی که شماره مهاجرین از تاجیکستان مثل کشورهای افریقایی صدها هزار یا میلیون ها نیست، چون اگر مثلا به تونس، به مراکو، به الژیر، به نیگریا، به این کشورها اگر همه این مهاجرین برگردانده شوند، شماره میلیون ها می شود که اقتصاد این کشورها نمی بردارد. اما از تاجیکستان حد اکثر باشد 10,000 یا 20,000 مهاجر در آلمان است. اگر همه این را هم که حکومت تاجیکستان قبول کند، برای تاجیکستان چندان شماره زیاد نیست. اما برای مهاجرینی که از روسیه می آیند، چون شمارهشون از میلیون بیشتر هست، واقعا برای حکومت تاجیکستان یک فشاری کلان خواهد شد. بنابر همین حکومت تاجیکستان هیچگاه با حکومت روسیه سازشنامه امضا نخواهد کرد که همه مهاجرین را میپذیرد. اما با حکومت آلمان سازشنامه امضا میکند. ولکه کرد برای چی؟ برای آنکه اکثر مهاجرینی که از تاجیکستان در آلمان یا در اروپا هستند، اکثرشون یا حداقل نصفشون مهاجرین سیاسی هستند که برای حکومت تاجیکستان درد سر ایجاد میکنند. اینها فعال سیاسی هستند، اینا در یوتیوب، در شبکه‌ها فعال هستند و فعالیت سیاسی و حقوقی میبرند. وقتی که آنها را به وطن برمیگردانند، یا آنها مثل عبدالله شمس‌الدین زندانی میشن، مثل این جوان دیگری که بیلال به فکرم فرستاده شد، اینها زندانی میشوند و حکومت تاجیکستان هم از درد سر اپوزیسیون خلاص میشود و هم در عوض این باز بعضی امتیازها را از حکومت آلمان در مسئله های همکاری دو جانبه، دو طرفه صاحب خواهد شد. اما این نکته را هم بگویم که متاسفانه حکومت آلمان بخصوص اونهایی که تصمیم میگیرند چندان از وضع سیاسی و حقوقی داخلی تاجیکستان آگاه نیستند و این تصمیم های اشتباهی را میگیرند. اما اگر سوال با وجود بیاد که چرا حکومت آلمان این سیاست را پیش گرفت، سازشنامه امضا میکند، باید بدانیم که حکومت آلمان با تمام کشورهای دنیا این سازشنامه ها را پیشنهاد کرده است. این دیگر برمیگردد به همون کشور که قبول کند یا نه. من پیشتر گفتم که حکومت های افریقایی امضا نکردن، قبول نکردن و اما حکومت های آسیای مرکزی با فرانسه هم قبول کردن، با آلمان هم قبول کردن و چون که هم از اپوزیسیون خلاص میشوند، زبانی آنها را میبندند، آنها را زندانی میکنند و هم در عوضش بعضی امتیازات خواهند گرفت. حالا اینجا سوال با وجود میاد، شاید الکی سوالا هست و من هم در برنامه داشتم که در این باره کمی صحبت کنم که ما چی کار باید کنیم. ما همچون پیمان ملی تاجیکستان، همچون سازمان ها و تشکیلات های سیاسی و خود مهاجرین ما چی کار باید کنن. حالا که سیاست های اروپایی تا حد معلوم شد، مشخص شد، ولی وظیفه ما چی هست؟ ما باید نقطه اول این است که باید وضع سیاسی این کشورها را خیلی خوب نظارت کنیم، مطالعه کنیم، تحلیل کنیم و تصمیم‌های خود را، فعالیت خود را، بود و باش خود را با قرارها، تصمیم‌ها و سیاست‌های این کشورها باید مطابق کنیم. اگر واقعا هم می‌خوایم در اینجا آزادی داشته باشیم، زندگی کنیم در اینجا، یک تا برگشتن به وطن که انشاءالله همگان آرزوی برگشتن به وطن را دارند، یک زندگی آرام داشته باشیم و از همه مهمش مشکلات حقوقی و این برگرداندن و اینا در ما دیگر رخ ندهد. یادمون نرود دوستان گرامی، کسانی که ما را میشنوند، از بخصوص از مهاجرین و کسانی که میخواهند به اروپا هجرت کنند، اینجا چند نکته را باید به نظر بگیریم که سیاست اروپا آیسته آیسته دارد از سمت
لیبرالی در موضوع مهاجرت به سمت ملتگرایی، به سمت سخت‌تر کردن شرایط و وضعیت مهاجرین رفته ایستاده است. در انتخابات‌های کشورهای اروپایی اکثرا حزب و حرکت‌های پیروز شده ایستادند که مناسبت خوب با مهاجرین ندارند، بخصوص با مهاجرینی که از کشورهای مسلمانی میآیند. این را ما باید اگر قبول کنیم. این البته بد است، خیلی برای ما خبری بد است، اما واقعیت است. ما نمیتوانیم در این تاثیر برسانیم. نمیتوانیم ما با انتخاب کننده آلمانی، فرانسوی، مثلا نیدرلندی، ایتالیایی بگوییم که شما دیگر خیلی آواز بدهید. اونها انتخاب کنندگان اکثرا حزب و حرکت‌ها و سیاستمدارها را انتخاب کرده ایستادند که شعارهای ضد مهاجرت بلند میکنند، صدا میدهند، برنامه‌های ضد مهاجرت دارند، به خصوص ضد مهاجران مسلمان. مثلا در گالندیا، در نیدرلند در 2 هفته پیش حزب پیروز شد که رهبرش آشکار اعلان کرده بود چند سال پیش که اگر من پیروز شم، سروزیر شوم، آموزش قرآن را منع میکنم، مسجدها را میبندم و آمدن مهاجر از کشورهای اسلامی را ممنوع اعلان میکنم. و همون آدم امروز سروزیر میشود. اکنون حزبش پیروز شد. در ایتالیا هم حزبای راستگرا یعنی همون ملتگرا پیروز شدند. در آلمان، در همین آلمان حزب راستگرای AfD آلترناتیو فور دویچلند یعنی آلترناتیو برای گرمانیا، این روز به روز قوتش زیاد شده ایستاده است. الکی چند میری شهر از همین حزب است و بعضی تحلیل‌ها میگویند که اگر همین سال آینده انتخابات برگزار شود، ممکن که این حزب جای یکم یا دوم را بگیرد. و این برنامه این حزب هم دقیقاً مثل همون حزب راستگرایی که در هلند پیروز شد همون است. در ونگریا همین خیال، در سربیا همین گونه، در اسلواکیا همین گونه، اسلوونیا همین گونه احزاب پیروز شدند. و حتی تحلیل‌های اخیر نشان میدهد که در فرانسه هم الکی نفوذ حزب لیپن، همون خانومی که خیلی هم راستگرا هست و ضد مهاجران، اون هم نفوذش زیاد شده ایستاده است و شاید در انتخابات آینده یکی از احزاب پیروز همون باشد. در مجموع در اروپا احزاب راستگرای ملتگرا و ضد هجرت پیروز شده ایستادند و اینا تأثیر خود را در قانونگذاری میرسانند. و حتی حزبایی هم که چپگرا هستند، میانه رو هستند، مثل در آلمان حزب سوسیال دموکرات یا کریستیان دموکرات، در فرانسه حزب ماکرون، اینا دیگر مجبور هستند برای که انتخاب کننده خود را از دست ندهند یک کمی به سمت شعارهای راستگرایانه یا ملتگرایانه حرکت کنند و آهسته آهسته در مجموع سیاست اروپا مجبور هستند که سیاستمداران که به سمت برند که بر ضد مهاجرین است، محدود کردن مهاجرین و بیشتر جوابگو بودن به خواسته های مردمشان است. مردم اروپاهای به اصطلاح وطندار و اصیل، اینها باید این را قبول کنیم که یک مقدار از مهاجر سیر شدند و دلیل های گوناگون هست و اینجا حالا عیبی کی هست عیبی کی نیست، من وارد این موضوع نخواهم شد زیاد، اما چند نکته را اشاره خواهم کرد که متاسفانه در شکل گرفتنی تفکر ضد مهاجرت، ضد هجرت، ضد مسلمانی، ضد اسلامی از یک طرف نقش رسانه ها هست که خیلی مغرضانه درباره اسلام و مسلمانان می نویسند، از طرف دیگر نقش سیاستمدارهای هست که پاپولیست هستند و اینها با بلند کردن شعارهای ضد مهاجرت، ضد اسلامی میخوان انتخاب کننده بیشتر جلب کنند. و عامل سوم و از همه مهم برای ما و شما و عامل خیلی هم تلخ، همدیاران عزیز، مهاجرین محترم، این عیب و گناه خود مهاجرین مسلمان هست که قانون و قاعده، فرهنگی بود و باش در کشوری که آمده است مهاجر شده است این را رعایت نمیکنند. یعنی اینجا ما الکی وارد شدیم به این موضوع که ما چیکار باید کنیم. ما اپوزیسیا، ما سازمان هایی که از طرف مهاجران تأسیس داده شدند و ما همچون هر یک مهاجر عادی که در اروپا زندگی میکنیم وظیفه ما چی هست که در چه شرایط چی باید کرد. من 2 روز پیش در همین آلمان روزای استراحت یک نشست با در حاشیه یک مراسم
با مهاجرین زیاد داشتیم، از همه حزب و حرکت ها و سازمان ها بودن و آنها خواهش کردند که من در همین موضوع بیشتر صحبت کنم با مهاجرین، با هموطنان که چی باید کرد. زیرا اگر این روندی بیرون کردن تاجیکان از اروپا که الکی آغاز شده است، ما الکی چند تا مهاجر داریم که به وطن فرستاده شدند و در زندان ها هستند. خب بعضیش شاید حکومت زندان نکند، اما یک قسم دیگر رو زندانی کرده ایستاده است و این خطر به اکثر کسانی که تا امروز پناهندگی نگرفتن به اونها تهدید میکند و اونها از ما مشورت میپرسند چیکار کنیم. ما هم در اینجا با استفاده از این فرصت اعلان میکنم که ما در پیمان ملی تاجیکستان تصمیم گرفتیم که این گونه صحبت‌های سیاسی و حقوقی را با هموطنان مهاجرمون بیشتر کنیم تا اینکه اونها آگاهی بیشتر پیدا کنند. دوم، از بعضی سازمان‌ها خواهش کردیم و حالا هم با استفاده از این فرصت من در اینجا رسما در آنلاین خواهش میکنم، مثلا از سازمان حقوقی فوند بزرگمهر یاروف که در اونجا حقوق شناسان بخصوص خود جمشید یاروف و دیگر حقوق شناسان جمع آمدن، حالا هر هفته یا که ماه چند مرتبه این گونه صحبت‌های حقوقی را با مهاجرین بیشتر کنند، از لحاظ حقوقی شرح بدهند قانون‌های اروپا را و رفتارهای حقوقی ما شهروندان ما را که در اروپا قرار دارند. زیرا بعضی ها خیلی به انصافی میکنن، عیب را فقط در کشورهای اروپایی میبینن، در حکومت ها میبینن که اینها ظلم کردن نسبت هموطنان ما مثل عبدالله شمس‌الدین، مثل این برادر بیلا که اینها را بیرون کردن. بله، بیرون کردن اونها غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر عادلانه بود، اما در اینجا باید اعتراف کنیم که کمبودی خودمون هم است. مثلا بعداً معلوم شد که همین برادران قاعده های بود و باش را تا آخر رعایت نکردند و حداقل خب عبدالله شمس‌الدین تمامی کار را کرد با ادوکات هایش، اون قضیهش دیگر است. اما این برادر اخیر، من دیروز هم خود کسانی که میشناختن گفتن که حتی یعنی نابسته از آگاه کردن چند مراتبه مقامات سعودی و مهاجرت خود را به شکل درست نامنویس نکرده است. در اوکراین نبوده است، آمده است به اینجا، ولی مثل دیگر کسانی که از اوکراین آمدن یا از جای دیگر عیبی او هم نیست. شاید اون برادر نمیدونست که چیکار باید کند. اون فکر کرده است که اروپا آمده است، اروپا یک آزادی است، دموکراسی است. یعنی بعضی از مردم ما آزادی و دموکراسی رو مطلق میفهمند. به معنی آن است که هر چی دلت خواست میکنی، هر چی دلت خواست میگویی و اگر که این طرف قبول نکرد و گفت که این کارو نکن، شروع میکنن به متهم کردن که پس حقوق بشر کجاست، دموکراسی کجاست، آزادی سخن کجاست. یعنی این طرز فهمیدن که آزادی سخن، حقوق بشر، دموکراسی در اروپا به معنای بی‌بندوباری است، به معنای بی‌قانونی است. نه، برعکس، به خصوص محض همین آزادی و حقوق بشر و امنیت به خاطر آن در اینجا با وجود آمده است که در اینجا قانون هست، ترتیبات هست، مسئولیت هست و از هر شهروند، از هر انسان پرسیده می شود که تو چیکار کرده ایستادی، تو چی میگویی. یعنی این معنی ندارد که هر کس که اروپا آمد دیگر هر چی دلش بخواهد بکند، هر چی دلش خواست بگوید. متاسفانه بعضی از هموطنان ما، نه تنها هموطنان ما، خیلی از مهاجرین که از کشورهای دیکتاتوری سربسته می آیند، در اونجا آزادی نیست، در اونجا آزادی دینی نیست، آزادی بیان نیست، آزادی سیاسی نیست. فکر میکنن که ما اروپا آمدیم پس دیگر دلمون هر چی که خواست همون رو میگوییم، هر چی دلمون خواست میکنیم. اگر ما با یک پلیس، یک نفر، یک مقام دولتی آمد گفت که این کار رو نکن، این حرف رو نزن، شروع میکنن با متهم کردن که ما از دیکتاتور فرار کردیم آمدیم، اگر شما ما رو منع کنید پس فرق بین شما و دیکتاتورهای ما چی است؟ شما اینجا آزادی سخن گفتید، آزادی بیان گفتید، آزادی دین گفتید، اما ما رو محدود کرده ایستادید. این بیانگر آن است که این افراد یعنی نه آگاهی سیاسی دارن، نه تحلیل درست سیاسی دارن، نه تحلیل حقوقی دارن و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو خیلی هم مطلق به بندوباری فهمیدن و به نظر نمیگیرن که منفعت های این کشورها در چی است، سیاست های این کشورها در چی است و سیاست های کلیشون در چی است. و این رو به نظر نگرفتن، این رو اهمیت ندادن و برخلاف سیاست های
پیشگرفته این کشورها رفتار کردن، معنی اون رو دارد که فقط ما مشکلات خودمون رو بیشتر میکنیم. بنابر همین من در اینجا توصیه میکنم، دو توصیه که به سازمان ها، به تشکیلات ها که صحبت های حقوقی و سیاسی رو بیشتر کنن. از آن جمله خودی من هم با مسئولین پیمان مشورت کردیم که این گونه صحبت های سیاسی رو بیشتر کنیم تا اینکه هموطنان آگاهی بیشتر داشته باشند. و دوم سازمان های حقوق بشر هم در این کار سهم بگیرن. و سوم خود شهروندان، خود هموطنان ما خیلی هم با آگاهی بیشتر رفتار خودشون رو، عملهای خودشون رو یک کمتر با حساب و کتاب بیشتر کنن. و از همه مهمش برابر آن که به اروپا وارد شدن با یک ادوکت خوب، با یک انسان‌های تجربه دار تماس بگیرن و اجازت ندهند که کارشون به حد دیپورت برسد. زیرا باز تاکید میکنم که کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند که فائز دیپورت از اروپا را بالا برند. مثلا تا این وقت تقریبا 30% بود فائز رد برای کسانی که در جستجوی پناهندگی یا اقامت در اروپا بودند و 70% قبول میشد. در سالهای آینده این برعکس خواهد شد، یعنی حد اکثر 50%، اما احتمال دارد که شماره کسانی که قبولی میگیرن تا 40 تا 30% پایین بفراید و اکثریت مراجعت کنندگان شاید که جوابی منفی بگیرند. بنابر همین کسانی که هستند حضور دارند، کسانی که آمدنیان به اروپا، توصیه ما این است که خیلی هم با احتیاط، خیلی هم با اسناد معین مشخص و برابر رسیدن به اروپا در فکر گرفتن ادوکت یا تماس با سازمان‌های مثل سازمان بزرگمهر یاروف یا دیگر نهادهای تاجیکان، سازمان‌های سیاسی و حقوقی تاجیکان در اروپا باشند تا اینکه بتوانند با آنها مشورت حقوقی و مشورت سیاسی سری وقت بدهند که در این مشکلات گرفتار نشوند. این بود صحبت‌های من برادر الهام جان. اگر سوالی از شما از دیگر دوستان باشد در خدمت هستم. تشکر استاد. واقعا یک کمی مفصل‌تر درباره وضع سیاسی کنونی اتحادیه اروپا، بخصوص درباره مقام نو گرفتن این قانون‌ها درباره مهاجرت خیلی خوب گفته گذاشتید. حتی درباره تاجیکستان واقعا برنمیگردیم در مسئله تاجیکستان، چون این روز موضوع ما خاص است برای سیاست امروزه اتحادیه اروپا و تاثیر آن به مهاجرین. و حتی ما می‌خواستیم که در آخر این پیشنهادها و ریکامنداسی که شما داشتید برای مهاجران گفتید خوب است البته، و شاید در آخر هم باز آن ریکامنداسی‌هایی که هست ما بار دیگر از شما شاید سوال شود، خواهش کنیم که این ریکامنداسی‌ها گفته شود. ولی این پیشنهادها و اون حرفایی که شما گفتید واقعا درست است. اما یک سوال این است که اتحادیه اروپا با یک بحران دموگرافی گرفتار است. سال‌هاست که به بحران دموگرافی گرفتار است و یکی از راه‌های بیرون رفتن از این بحران دموگرافی قبول مهاجران است، تا که از پی این بحران دموگرافی نارسایی قوه کاری هست، بحران نظامی، نفقه است، رشد معتدل اقتصادیات است. وقتی که بحران دموگرافی هرچه زیادتر می شود، یعنی که نارسایی قوه کاری و خیلی بحران نظامی، نفقه پیدا می شود. و حتی من خواندم و شنیدم و دیدم که اصلا در تجربه کشورهای اتحادیه اروپا برای آنکه بحران نظامی، نفقه را به تنظیم درآورند، همگی دو راه دارند. یک راه این است که باید نلاگ انداز دولتی را بالا برند که این به اعتراض مردم گرفتار میشوند، به اعتراض تاجران، به اعتراض آنهایی که کار با تجارت دارد. و دوم سبب این بحران را کم کردن سیر نفقه را بالا بردن است که الکی ما میبینیم که بسیار از کشورها مثل کشور آلمان مثلا به سیر نفقه برآمدن 65 سال است و اونا تصمیم گرفتن که سال 2019 به سین 67، یعنی که سین نفقه را به سین 67 میکنند. اما سوال اینجا است که واقعا اتحادیه اروپا که به یک بحران دموگرافی گرفتار است و راه حلش هم مهاجرت است، چگونه این بحران دموگرافی آن را حل میکنند؟ اگر شما
گفتید که فائزی بیرون کردن ماجرا سالهای آینده زیاد خواهد شد. آیا این سببش در چی است؟ یا سببش در اون است که این بحرانی که در اوکراین و روسیه گرفتار شده است و اینها میلیون ها گریزی اوکراین ها آمد جای این مهاجرا رو گرفت و تاثیر اینها است، یا یگان سبب دیگر است؟ و اصلا این راه بحران دموکرات چگونه حل خواهند کرد؟ تشکر. اگر سوال برای شما معلوم شده سلامت باشه. باشه الهام جان، بسیار سوال مهم داده. من همونطوری که در موضوع مهاجرت سیاره رو به جنوب و شمال تقسیم کردم که هجرت از جنوب سیاره به سمت شمال آماده ایستاده است. اینجا یک نکته رو هم بگویم کم تر از موضوع هم دور شود. آنه که امروز بشریت از جنوب به شمال هجرت کرده ایستاده است، این همین پدیده 100-200 سال اخیر است. در عصرهای میانه بشریت از شمال به جنوب هجرت میکرد. درست. برای آنکه مثلا از خود همین اروپا در نتیجه فقر اقتصادی، فقر معنوی و فشارهای سیاسی و فشارهای مذهبی، اهالی به جنوب به کشورهای اسلامی هجرت میکردند. مثلا ما در تاریخ همین اروپا نگاه کنیم، آزاداندیشان اروپا از اسپانیا، حتی یهودیان از اروپا به استانبول، به بغداد، به دمشق، به بخارا به اینجا هجرت میکردند، برای آنکه در اونجا هم پیشرفت اقتصادی بود، هم آزادی سیاسی، آزادی دینی بود، در صورتی که در اروپا کاملا یک وضعیت اقتصادی، سیاسی و مذهبی خیلی بد بود. حالا برعکس شد و آینده معلوم نیست که باز در 100 سالهای آینده وضعیت چگونه میشد. این سمت حرکت مهاجرت از غرب به شرق میشود، از شرق به غرب، یا برعکس از شمال باز به جنوب. اما واقعیت امروزه ما همین است و شاید که در این 10 سالهای دیگر همین دوام کند. مسئله دموگرافی هم واقعا در شمال سیاره خیلی و یک بنبست وارد شده است. درست. تولد در جنوب سیاره بیشتر است. حتی در همین اروپا هم، در جنوب اروپا، در اسپانیا، در ایتالیا، در کشورهای کاتولیکی تولد بیشتر است در مقایسه با کشورهای پروتستانتی شمال مثل آلمان، مثل فرانسه، کشورهای اسکاندیناوی. و چه رسد به کشورهای افریقایی و آسیایی، کشورهای اسلامی که خانواده‌ها بزرگن و تولد زیاد شده ایستاده است، ولی در اروپا کمتر و اینا واقعا نیاز به انسان‌های جدید دارند تا اینکه این وضع دموگرافی خود را در یک حالتی نسبتاً مناسب نگه دارند، چون داشتن اهالی مناسب به جغرافیا، مناسب به اقتصادیات یکی از رکن‌های اساسی دولتداری محسوب میشد. و سالهای قبل اینها برای که وضعیت دموگرافی را بالانس کنند چندان اهمیت نمیدادند که مهاجر از کدام منطقه میآید، آسیا، آفریقا یا از جای دیگر. اما الان در همین شب و روز با نظر داشت آن که در اروپا تنش‌های فرهنگی، مذهبی و اتنیکی روز به روز بیشتر شده ایستاده است و حزب و حرکت‌های سر قدرت آمده ایستادند که دیگر طلب دارند که مهاجرت از کشورهای اسلامی از آفریقا و آسیا کمتر شود. اینا میخوان این بحران دموگرافی خود را از حساب کشورها و ملت‌های جبران کنند که از لحاظ فرهنگی، مذهبی و سطح دانش، معلومات و آموزش یک مقدار به معیارهای اروپایی نزدیکتر است. برای مثال کشورهای اروپای شرقی و از کشورهای سابق شوروی همون قسمتی که به اروپا داخل، مثلا اوکراین، بلاروس یا حتی گرجستان و ارمنستان، به اینها امتیاز داده می شوند و از کشورهای امریکای لاتینی و کشورهای امریکای لاتینی هم یک مقدار سبکی ها میدن که از اونجا هجرت صورت بگیرد. اما در نسبت کشورهای اسلامی و افریقایی، نابسته از آن که کشورهای افریقایی اسلامی هستند یا مسیحی یا دین‌های دیگر، اینا دیگر تلاش میکنند که این را پیش راه را بگیرند و این بحران دموگرافی خود را از حساب این کشورها جبران کنند و این علاقه جزء سیاست‌های حکومت‌ها و احزاب سیاسی است. در اینجا تجربه روسیه هم رو اگر فراموش نکنیم، تجربه روسیه هم دقیقاً همین است. حتی روسیه که با ما، با کشورهای آسیای مرکزی در یک کشور بود، در اتحاد شوروی و حالا شریک استراتژیک حساب می شود و خیلی از تاجیکان ما آماده هستند که روسیه رو وطن اساسی خود انتخاب کنند. روسیه هم اخیراً اعلان کرد
و دادن شهروندی به کشورهایی که از لحاظ زبانی فرهنگی با آنها نزدیکترن، با آنها امتیاز داد. مثلا گرفتن شهروندی برای شهروندان بلاروسیا، ارمنستان، گرجستان و قزاقستان که روسیه فکر میکند که قزاق‌ها زبان روسی را بهتر میدانند و یک کمی همون روسی شوی در آنجا زیاد است، روسیفیکاسیا نسبت به تاجیکستان، ازبکستان بیشتر صورت گرفته است. به اینها امتیاز داد. همین هفته گذشته این را اعلان کردند. اما تاجیکان، ازبکان و ترکمن‌ها و قرغیزها با یک شرایط سخت‌تر شهروندی خواهند گرفت. وقتی که روسیه که با ما نزدیکتر است و در داخل خودش مسلمان‌ها زندگی میکنند، نسبت کسانی که شهروندی میگیرند و مسلمان هستند سختگیری میکند، چه رسد به اروپا که دیگر شماره مسلمان‌ها خیلی زیاد شده است و یک تغییرات فرهنگی در اروپا احساس می شود و خیلی از اروپایی‌ها سیاستمداران نگران شدند که بعد 10 سال، 15 سال، 20 سال وضعیت اروپا چی می شود، چون که تولد در نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در خانواده‌های مسلمان در اروپا هم در مقایسه با شهروندان محلی خیلی بالاتر است و طبیعی است که آنها سیاست‌های خود را طرز می‌گیرند که این بحران دموگرافی را از حساب کشورهای مسیحی یا اروپایی دیگر جبران کنند. تشکر استاد، خیلی به سوال جواب پوره دادید. تشکر می‌کنم. واقعا دیده شده ایستاده است که این بحران دموگرافی را از همین لحاظایی که شما گفتن پر کردن می‌خواهند و دیده ایستاده ایم که حتی تجربه روسی و اروپا تقریبا یک تجربه است و این رو می‌خواهند در آینده استفاده برند. خیلی خوب، ما همگی 25 دقیقه دیگر وقت برنامه مانده است و در اینجا خیلی سوال ها زیاد آمدند. من فرصت رو برای دوستان و برادران، اشتراکداران، تماشابینان خواهم داد. الان به قسمت دوم خواهیم گذشت و قسمت دوم ما هم سوال و جواب است. تا اونایی که دیگران میخواهند وارد بحث شوند یا سوالشان را طریق مستقیم دهند، حالا یک فرصت است من آنها تحیرش را بینند. من میخواهم یک سوالی که پیشتر آمده است برای شما قرائت کنم. اگر راضی باشید اینجا میخوانم. دیده استادم که با بعض این سوال ها جواب دادید تقریبا، ولی باز هم برای شما میخوانم. اقدام و تدبیرهای کشورهای اروپایی پس از بحران مهاجرت پس از سال 2015 اجماع اتحاد اروپا چی هست و تقدیر مهاجرانی که طول این سالیان سرازیر شدند چی می شود؟ به این سوال تقریبا جواب داده در وقت گفتنی اینه که اون قسمتی در اول، ولی اگر یگان نگفتنی مونده باشد مرحمت. من تقریبا گفتم چون من نمیدونستم که این سوال میشد، اما پیش بینی میکردم که حتما اینا رو سوال خواهند کرد، ولی باز یک بار دیگر خلاصتا میگم. یکم این که اروپایی‌ها تصمیم گرفتند که در بیرون مرزهای اروپا لاگرها بسازند و هر کسی که میخواد به اروپا بیاد در اونجا اونها رو جا میکنند. در مدت 3 ماه پروندهش رو میآموزند. اگر بینن که پروندهش تا حد دلیل دارد که مثلا به او خطر تهدید میکند یا هر مشکلی دیگر دارد، اون رو اجازه میدن که به اروپا وارد شود و خودشون تصمیم میگیرند که با یکی از کشورهای اروپایی بفرستند و این دیگر در یا بیرون از مرزهای اروپا صورت میگیرد یا در کشورهای مرزی اروپا. اما این آینده هست، هنوز این عملی نشده است. برای این باید مبلغ جدا کنند، لاگرها بسازند. اما اون چیزی که الان هست این است که کسانی را که الان تا امروز وارد اروپا شدند و پرونده خود را سپاریدند در مدت 3 ماه بررسی خواهد شد. جواب ها یا نمیدن. اگر ها قبول میکنند، اگر نه او را باید دیپورت کنند، بفرستند به کشوری که از اونجا آمده است. و اینجا دیگر وظیفه و مسئولیت ما هست که یکم این نفرانی که الان در مرحله بررسی از پرونده هاشون باید دیگر دستی به هم بدیم، کمک کنیم و هر چی از دستمون میآید آنها را مشورت بدیم که چیکار کنند. مثلا من در همین خود 2 ماه اخیر شاید در 5 یا 6 دادگاه شرکت کردم، در فرانسه، در آلمان، جاهای دیگر. و در دادگاه های تاجیکان
احساس می شود که خود حکومت های اروپایی هم مسئله رو زود دیگر دیده ایستادن، ها یا نه تصمیم میگیرن و جواب میدهند. من از این مهاجرانی که همین مشکلی ها را دارند، دادگاه دارند یا هر چی است، خواهش میکنم که دیگر بی‌پروایی نکنند و هر چیز زودتر مراجعت کنند به مثلا نهادهای پیمان ملی تاجیکستان، به فاند بزرگ مهریار و به کمیته شهروندی نجات زندانیای سیاسی، به هر تشکیلاتی که ارتباط دارند، تا اینکه این برادران بتوانند در یک مدت کوتاه با آنها مشورت لازم یا اگر لازم شود حتی شرکت در دادگاه ها، در اینترویو ها در اینجا و یا دادن یگان سند. اما ببینید، من این را هم در اینجا اعلان خواهم کرد که ما حداقل در پیمان ملی تاجیکستان به هیچ وجه به هیچ کس سند غیر واقعی نخواهیم داشت. این را هیچ کس انتظار نداشته باشد که یک نفر مثلا مشکلی نداشته باشد، پرابلم ندارد یا دارد و ربط به سازمان های اپوزیسیونی ندارد، یعنی این توقع را داشته باشد، انتظاری را که کسی با آنها سند میدهد این را نباید داشته باشد. اما ما مشورت، کمک یا همه گونه کمک حقوقی سیاسی را دریغ نخواهیم داشت، زیرا برای ما اعتماد هم در آبرو، هم در نام، هم در باوری مقامات این کشورها به تاجیکان در مجموع خیلی مهم است. یعنی تا امروز این اعتماد وجود دارد و کاسته نشده است. نباید که ما در آینده کاری کنیم که اعتماد این کشورها به تاجیکان، به تاجیکستان، به سازمان‌های تاجیکی که خیلی هم برای ما تاجیکان درهای خود را باز کردن، این اعتماد کاسته شود و این البته یک مسئله است که باید هموطنان ما در خاطر همیشه داشته باشند. تشکر استاد. واقعا به این سوال هم اطمینان دارم که آن کسی که سوال داد جواب مناسب و یا پاسخ خوب را دریافت کرد. و سوال دیگر این است که نتیجه نشست وزیران کشورهای اروپا در لوکسمبورگ به چه نتیجه انجامید با وجود مقاومت کشورهای ایتالیا و یونان؟ دقیقاً به چه اصلاحات سیاسی نسبت مهاجران به توافق رسیدند؟ این هم تقریبا ایتالیا، یونان، ونگریا، چند کشور دیگر اعتراض داشتند. ونگریا تا هنوز هم اعتراض دارد، اما ایتالیا و گریتسیا، یونان در آخر راضی شدند. برای اول در اول اعتراض داشتند چون که این فشار اساسی به همین کشورها بود. هزارها مهاجر از افریقا، از ترکیه، از جای دیگر با واسطه کشتی به همین کشورها می آمدند. ولی در آخر وقتی این توافق شد، هم وزیران خارجه این کشورها و هم بعداً سران این کشورها در بروسل به این نتیجه رسیدند که با کشورهایی که قبول میکنند مهاجرین را، با اینها کمک مالی از طرف کشورهای نسبتاً بای شمالی اروپا برای سر هر مهاجر کمک کرده می شود و کشورهای اروپایی دیگر هم آماده می شوند که یک مقدار از مهاجرین را از ایتالیا، از گریتسیا قبول کنند، در کشورهای خود جا کنند و در آخر کار این کشورها هم ایتالیا و هم گریتسیا اون اعتراض خود را بازپس گرفتند، موافقه کردند و حتی ونگریا هم که دیگر تنها مانده بود در آخر کار مجبور شد که این را به یک شکل کنسنسوس بپذیرند. درست، تشکر استاد. و واقعا پس از جلسه یا نشست اروپا در لوکسمبورگ دیروز 19 دکبر هم یک قانون در فرانسه هم یعنی قانون نوی مهاجرت در فرانسه هم قبول شد، خبر دارید شما. و در اونجا هم یعنی که در بازدید کارهای یعنی کیس های مهاجران از نوگیری می شود و یکی از اونجا پونکتی که در اونجا آمده است این است که پیشتر به من مهاجرای غیر قانونی یک جزای سبک میدادند، یک آگاهی میدادند و یا فرصت میدادند که به یک کشور دیگر برود. اما حالا با این قانون نو هر یک مهاجری که غیر قانونی در کشور فرانسه قرار دارد با جریمه سخت‌ترین 3750 یورو جریمه میکنند و بعد از آن از کشور خارج میکنند. یعنی این یک جزای نسبتا سخت‌تر را برای مهاجران پیش بینی کردند که روز 19 دکبر پارلمان این را قبول کرد و باید هفته‌های آینده سود کنستیتوشنی این کشور این قانون را قبول کند. و سوال دیگر این است که
مهاجرت و امنیت در اروپا. واقعا ما میبینیم که امنیت کشورهای اتحادیه اروپا خیلی مسئله جدی است و در اکثر موردها مهاجرین هم یا پیش بینی می شود یا گفته می شود که بعضی از خلل وارد میکند به امنیت کشورهای اتحادیه اروپا. میخواست یک سوال دهنده در اینجا نوشته است که مهاجران و امنیت اروپا، از جمله موضوع مهاجران آسیای مرکزی و کشورهای جایگیر در آسیای شمال اروپا، یعنی قزاقستان، روسیه و بلاروس. یعنی خواستن درباره امنیت کشورهای اتحادیه اروپا سوال داده است، مهاجر و امنیت کشورهای اتحادیه اروپا. متاسفانه سال نیست که در رسانه‌های اروپایی خبرها رو نخوانیم که مقامات فرانسه یا آلمان یا استرالیا چند مهاجر تاجیک را به اتهام افراطگرایی یا آماده کردن کدام هجوم تروریستی حبس نکنند. مثلا اخیراً باز همین هفته گذشته در استرالیا، در آلمان باز همین خبر نشر شد و این جای تاسف است البته. و از طرف دیگر بعدا معلوم می شود که اون شماره زیادی را که حبس کردن باز آزاد میکنن، یگان دلیل پیدا نمی شود، چون قانونهای اروپایی در این مسئله خیلی سختگیر است. وقتی که یک دلیل مستقیم نباشد باید شهروند را آزاد کنند. این روسیه یا تاجیکستان نیست که اگر شما را زندانی کردن بعد معلوم شد که گناهی نداره یا دلیل ندارند، برای اون گمان و تخمین هایشون دلیل را خودشون می آفرند، ایجاد میکنن، می بافند و چون نمیخوان اعتراف کنن که ما شما را اشتباهاً حبس کردیم. در اروپا 80-90% حبس های پیشکی ناکام می شود، بعد شهروند را آزاد میکنن و جای عیب نمیداند پلیس که عذرخواهی کند بگوید که ما شما را اشتباهاً حبس کردیم. ولی در کشورهای ما این خیلی نیست. حبس که کردن دیگر تمام، تو باید یا جزا بگیری یا به یک شکل خب دیگر اون طرف خودش را اثبات کردن میخواد که بیهوده تو را حبس نکرده است. و چرا این خیلی میشود؟ متاسفانه اکثر اون حادثه هایی که حادثه های تروریستی که در اروپا میشود، در اتحادیه اروپا، باز هم یک قسمش یا مسلمانان یا از آسیای مرکزی. حالا مسلمان هم باشد، مهاجر باشد، فرق ندارد. اون مسلمان از غیر مسلمان ما ضربه میخوریم. اگر مسلمان باشد باز ضربه ما بیشتر میشود. اگر باز مسلمان آسیای مرکزی یا تاجیک باشد ضربه به ما 10 چند میشود. ولی اینجا سوال با وجود میاد که این انسان هایی که به اروپا می آیند و این عمل تروریستی را ضد این کشورهای اروپایی انجام میتن و اینها به چه خاطر اینجا آمده بودند؟ آیا آمدن دنبال آزادی بودند، دنبال زندگی بهتر بودند و این را در اروپا پیدا کردند و اینجا تروریست شدند؟ اینجا به این نتیجه رسیدند که باید این عملی جنایتکارانه را انجام بدهند، بکشند یا بی‌تر کنند، در اینجا تروریست شدند؟ یا اینکه از قبل همین گونه فکرها در سرشان بود و با استفاده از این آزادی ها، با استفاده از این راههای موجوده به اروپا آمدند به خاطر انجام دادن همین کارها، به خاطر این هجوم ها و این قتل و کشتارها؟ این یک مسئله است که باید محققان تحقیق کنند، بیاموزند، آشکار کنند. اما یک نکته است در اینجا، من خیلی در صحبت‌هایم، در ملاقات‌هایم با اروپایی ها و در جاهای گوناگون را تاکید میکنیم که برای مثال چند روز پیش در پراگ در چکسلواکیه یک نفر 10 دانشجو را قتل کرد در دانشگاه و 10 نفر دیگر را مجروح کرد. یک حادثه تروریستی بسیار ننگین بود، پر سر و صدا در شبکه‌ها، در رادیو آزادی، در همه جای در این باره گفته شد. اما هم کارشناسان، هم پلیس، هم رسانه‌های ما حتی خیلی با احتیاط رفتار میکنن تا این رو تروریست نگویند و کوشش میکنن که بگویند که این مریض بود، مریض روانی بود، پسیخ بود یا هر چیزی بود و بعد معلوم شد که پسیخ بوده است، آمده است. یا در امریکا همین کار شود، یا در مثلا اونه که در نروژ 50 چند نفر رو کشت، با کلاشنیکوف در آمد، همه رو کشت، یک نروژی و حالا در زندان هست. او را اعلام کردن که این، حتی خودش گفت که من به خاطر دین مسیحی هم این کار را کرده ایستادم که اینجا وطنی مسیحی ما را میگیرند، ولی بازم گفتن که این تروریست مسیحی نیست، بلکه این
یک پسیخ است، یک تروریستی قومگرا است. اما ما ندیدیم که یک مرتبه هم اون تروریست یا اون قاتلی که مسلمان باشد یک حادثه تروریستی رو انجام داد، او رو تشخیص روانی، تشخیص طبی کرده باشند، وضع اقتصادی و روانی او رو تحلیل کرده باشند، حتی اگر شعارهای مذهبی هم بلند کرده باشد، صدا داده باشد، بگیان که نه این مریض بود. و واقعا هم اکثر این کسانی که کارها رو انجام میدن اونا مریض هستند. بعضیش حتی اهل نماز نیست، مثل همون چچنی که در پاریژ معلم رو سر برید، بعدا معلوم شد که مسلمان است، یعنی ولی اهل نماز و اهل اینو دیسکوتک میرفت پیشتر، ولی شاید یک مشکلی روانی پیدا کرد. اما همین که یک صدای الله اکبر یا شعار اسلامی یا ریش یا حتی نامش مسلمانی باشد، بلا فاصله او را تروریست اعلام میکنند. و حتی رسانه‌های خودی ما هم، رسانه‌های تاجیکی که در اونجا فرزندان مسلمان کار میکنند، بدون آنکه تشخیص کنند و بگن که این کار مثلا باید تحقیق شود، یا او را تروریست اعلام میکنند. بنابراین همین است که شماره عملهای تروریستی و تهدید به امنیت اروپا گویا از طرف مسلمان ها شمارش زیاد است، که در اصل چنین نیست. در اصل این گونه جنایت ها از طرف خود اهالی و ساکنان این کشورها هم زیاد صورت میگیرد. اما این بحثی ما نیست. بحثی ما این است که چرا مسلمان ها مهاجرین میان در اروپا و تبدیل به تهدید به امنیت این کشورها میشوند. اگر یک قسمش بافته و دروغ باشد، یک قسمت دیگرش واقعی است. و من در اینجا نظرم این است که ما باید کسانی که واقعا این مسئولیت رو دارند، که هم مسئولیت آن رو داریم که مسلمان تاجیک باقی بمانیم با ارزش‌های خودمون، با اعتقادهای خودمون، و هم از اسلام و از مسلمان ها یک چهره معتدل، صلح‌دوست، قانون محور نشان بدهیم. و این دیگر مسئولیت ما هست. درست است که یک عده از مهاجرین سرگرم، هیجان زده، افراطی و خیلی هم به مسئولیت ما هستند که هم خودشون در اینجا خودشون رو با مشکلات گرفتار میکنن، هم مسلمان ها و اسلام رو، و هم با ما و شما رو که تلاش میکنیم چهره واقعی اسلام و مسلمان رو معرفی کنیم، باز ما ها رو حتی لیبرال و دموکرات و تا حد کفر و شرک و مرتد بودن رو هم میبرن. اما ما با اینها کار نداریم. ما وظیفه‌مون، مسئولیتمون حمایت از ارزش‌های ملی، ارزش‌های دینی، حمایت از چهره واقعی یک مسلمان، یک مهاجر، یک تاجیک است. و من مسئولیت خود میدانم، وظیفه خود میدانم که نه تنها پیش روی این افراطگرایی و این بی‌مسئولیتی را بین مهاجرین باید گرفت، بلکه اگر لازم شود به طور آشکار آنها را باید محکوم کنیم، بین خود و بین آنها نترسیده فاصله ایجاد کنیم. یعنی هر کی با نام اسلام، هر کی در هر دویم جملهش الحمدلله و بسم الله و استغفرالله دارد، هر کی در هر دویم جملهش یک آیت و یک حدیث دارد، معنی ندارد که او واقعا نماینده اسلامی واقعی هست. متاسفانه این گونه سوء استفاده از ارزش‌ها، از شعارها، از آیات، از احادیث، از روایت‌ها، از عبارات و کلمات‌های اسلامی خود را با این مزین کردن و سوء استفاده از اینها و انجام دادن جنایت‌ها با نام اسلام در سراسر دنیا زیاد شده است، به خصوص در بین مهاجرین. و من با افسوس این را میگویم که شعار امروز در دست همین گروه‌ها هست، بلکه اون مسلمان‌ها و مهاجرین معتدل که مسلمان واقعی و نماینده واقعی اسلام اینا هستند، اینها عقب نشینی میکنن، عقب نشینی کرده ایستادن و میدان را خالی کردن به این افراطگراها، به این متعصبها و به این کسانی که شعارها و ارزش‌های مقدس ما و شما را برای پوشاندن این غرضها و عملهای جنایی خود استفاده میبرند. بله، تشکر استاد. واقعا در این امروزه در موضوع ما سوالات خیلی زیاد آمده است. من از تماشابینان احتراماً بار دیگر خواهش میکنم که سوالها را مطابق به همین موضوعی که امروز برای همه اعلان شده بود و در پایگاه اجتماعی هم بود، مطابق به همین موضوع سوال داده شود. آن سوال هایی که خیلی زیاد آمده است بیرون از این موضوع، افسوس وقتی ما
فرصتی ما هم نمیرسد و این فرصت را هم ندارن که به این سوال ها جواب دیم. مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیمان چه کار میکند و برنامه پیمان چی است، اینها برنامه هایی بودند که پیشتر هم گفته شده بود و آینده هم خواهد گفت و شما فرصت پیدا خواهید کرد که این سوال ها رو در وقت معین، در وقت فرصتی که این برنامه ها می شود میدید. حالا یک سوال از هلند آمده است از یوتیوب. وقتی هموطنان ما که خطر در جانشان را بینند کوشش میکنند تا خود را به شکل به سیاست نزدیک سازند، ولی وقتی خطر برطرف شد دیگر از سیاست کنار میروند. پیمان ملی تاجیکستان در آینده نسبت به همین گونه انسان‌ها چی مشورت میدهد؟ من به اینها چی مشورت میدیم؟ اصلا اینا نیاز به مشورت هم ندارن. بله من هم میدونم وقتی که براشون سند لازم بود یا خود را هنوز پروندهشون پورا نشده بود و میخواستن پناهندگی بگیرن، در چاره‌بینی های ما خیلی ها شرکت میکردن، خیلی ها می آمدن سخنرانی ها داشتن، می آمدن با ما عکس میگرفتن، از ما سند میگرفتن. همین که کار بود شد دیگر بهانه، هر بهانه کوچک باعث می شود فلانی مرا خفه کرد، فلانی مرا ناراحت کرد، یا فلانی در فلان صحبتش این را گفت و اینها را بهانه تراشی میکنن و میروند کنار، دیگر هیچ ارتباطی با ما ندارن. و من به اینها دیگر چی مشورت میدیم؟ اینا خب اگر هدفشون از این همکاری و نزدیک شدن با ما گرفتن همون سند و مقام و استاتوس پناهندگی بود گرفتن، اما فراموش نکنن که با چی را با کدام شکل گرفتن. حالا با ما همکاری هم نکنن، اما فراموش نکنن که در پرونده اشون، در پرونده اکثریت 80% یا حتی 90% پناهندگان تاجیکی در دستشون مقام پناهندگی دارن، در پروندهشون این نیست که از دست نهضت فراری شدن یا از دست پیمان ملی تاجیکستان. اونها با مقامات این کشورهای اروپایی گفتند که ما از دست حکومت امام علی رحمان و از دست حکومت امروزه تاجیکستان فراری شدیم، گریزه شدیم، نیاز به پناهندگی داریم. حتی اگر از پیمان، از نهضت، از گروه 24 هم سند نگرفته باشن، یک قسمشون نگرفتن، حتی شاید که با ما هم فکر نیستن، اما در پرونده پناهندگیشون من شک ندارم گفتن که ما رقیب حکومت تاجیکستان هستیم، مخالف او هستیم، تنقید میکردیم و حکومت تاجیکستان که یک حکومت دیکتاتوری و خانوادگی است ما را فشار آورد، از کشور بیرون کرد. اگر کسی بگوید که نه من خودم را در پرونده پناهندگیم مخالف حکومت رحمان نشان ندادم، انتقادگر رحمان نشان ندادم، نگفتم که من زیر فشار بودم و مرا محدود کردن، مرحمت بیاد همون نسخه پرونده پناهندگیش رو رسانه‌ای کند، بگوید که من چنین نگفتم. اما وقتی که همه آمدن در پرونده های پناهندگیشون خود را روزنامه‌نگار و حقوق شناس و فعال سیاسی و بلاگر و نمیدونم هر چیز معرفی کردن که من آزاد اندیش بودم، تنقید میکردم، مقاله می نوشتم، بیانیه میدادم، یا با حزب نهضت همکاری میکردم، با حزب تاجیکستان نوی زی سعیدوف همکار بودم، با این و آن. بعد که مقام پناهندگی را گرفتن شروع کردن با همکاری با حکومت، تعریف حکومت، حتی بعضیشون پنهانی و آشکار میروند تاجیکستان، میآیند این معلومات ها همش هست، همکاری دارن. در اینجا آمدن به جای آن که طبق همون پرونده مهاجرتشون رفتار کنن، تبدیل شدن به منتقدان و اپوزیسیونرهای ضد مخالفین و درباره حکومت، درباره اون پرونده خودشون اصلا خاموشن، دیگر کاملا موقع دیگر گرفتن. با اینها چی مشورت داده میشه؟ یگان مشورت نداریم، فقط میگیم که خواهش میکنیم که از مرز انصاف نگذرن. بله ما هم سزاوار تنقید هستیم، ما را هم تنقید کنید در جایی که لازم است، اما فراموش نکنید که اینجا برای آن آمدید که شما گفتید که از دست حکومت امام علی رحمان آمدیم، نه از دست کبیری، نه از دست استاد سید عبدالله نوری یا کسی دیگر. و این رو فراموش نکنید، چون دیر یا زود پرونده های
پناهندگی هر کدام ما آشکار خواهد شد. همین ارخیوا خوب اگر عمر داشته باشند 30-40 سال، حالا 50 سال عمر دارد. حداقل بعد ما فرزندان ما نسل آینده اون رو ورق میزنن، میبینن که پدری من، برادری من، مادری من با این پرونده آمد پناهنده شد، اما فعالیتی بعد از پناهندگیش به چه شکل بود؟ باز همکاری تملق با همون حکومتی که از دست او فرار کرد، یا خاموش بودن در برابر او، بلکه روانه کردن تنقید و پیچینگ و کنایه و تمسخرش علیه کسانی که مثل او از دست رحمان فرار کردن آمدن و یک مدت حتی پهلو یکدیگر در اینجا عکس میگرفتیم و در اینجا با هم شش تا خیز داشتیم. و این من دیگر مشورتی ندارم، فقط دعوتم این است که از انصاف کم کم استفاده کنم. خوب است. بله درست. دعا کنیم که پروردگار برای اونها هم انصاف دهد. اما یک سوال دیگر این است که در برابر تغییر یافتن سیاست اتحادیه اروپا عاید یا در باب مهاجرت، سیاست پیمان ملی تاجیکستان که یک کارش با مهاجران است چگونه خواهد بود؟ همان گونه‌ای که خواهد بود میماند یا یعنی سیاست پیمان ملی تاجیکستان هم در باب مهاجرت تغییر خواهد خورد؟ ببینید دوستان گرامی، پیمان ملی تاجیکستان یک تشکیلات سیاسی است. ما نه تشکیلات حقوقی نه تشکیلات مهاجرت هستیم. مسئولیت ما، وظیفه ما خیلی مشخص است: مبارزه با دیکتاتور، تغییر حاکمیت، به سر قدرت آوردن یک حکومت جدید ملی که اون حکومت جدید سیاست‌های مهاجرت نو را راه اندازی کند، که از تاجیکستان دیگر مهاجر حداقل مهاجر سیاسی نباشد، مهاجر کاری باشد، اون هم شماره کم، مهاجر دانشجو، دکتر، طبابت باشد، اما مهاجر سیاسی اصلا باید در تاجیکستان نباشد. هیچ کس به خاطر امنیتش، به خاطر آزادیش، به خاطر دینش، به خاطر موقع سیاسیش باید از تاجیکستان هجرت نکند. و 90% مهاجرین کاری تاجیکستان هم در داخل کشور، در وطن جای کار داشته باشند، جای شرایط زندگی داشته باشند، تا اینکه در پهلوی پدر و مادر، زن و فرزند باشند. این است سیاست پیمان ملی تاجیکستان عاید به مهاجرت. اما ما همچنین یک تشکیلات سیاسی امروز نه پیش روی مهاجرت رو گرفته میتونیم، چون این را فقط امامعلی رحمان و حکومتش گرفته میتواند. امامعلی رحمان میتواند در داخل تاجیکستان به جای ساختن این انشاءات های برای رقص و بازی و به جای این لنتبوری ها جای کار تولید کند. یعنی این مبلغ ها را، این سرمایه ها را، این پول ها را برای تولید جای کار صرف کند، استحصالات، اقتصادیات، تا اینکه مهاجر برگردد جای کار داشته باشد. این را فقط حکومت کرده میتواند. ما وقتی که به قدرت رسیدیم، به حکومت آمدیم، وظیفه ما هم همین میشود. ملت حق دارد از ما طلب کند که شما که بر ضد امامعلی رحمان مبارزه میبردید، میگفتید امامعلی رحمان جای کار تامین نمیکند، شما الان چیکار کرده ایستادید؟ از ما حق پیدا میکند پرسد اون وقت. اما الان وظیفه ما چی هست؟ وظیفه ما مجبور کردن حکومت امامعلی رحمان تا روزی که در قدرت هست تا اینکه مهاجرین را برگرداند به وطن، به جای کار تامین کند، به شرایط مناسب تامین کند. و وظیفه اساسی ما، یعنی این مسئولیت ما تا روزی که حکومت عوض میشد، وظیفه اساسی ما هر چیز زودتر تغییر حاکمیت است، از قدرت دور کردن این خانواده فساد زده ضد ملی هست، تا اینکه یک حکومت ملی، یک حکومت مردمی بیاد که در فکر مهاجرین باشد. تا روزی که حکومت تاجیکستان از مهاجر میترسد، نمیخواهد که مهاجر به وطن برگردد، شما بدانید که وضع تاجیک همین گونه باقی خواهد ماند. تاجیک باید مهاجر شود، تاجیک باید سرگردان و سرسام باشد، مبلغ بفرستد به داخل کشور. امامعلی رحمان با خانواده‌اش این مبلغ ها را از طریق بانک ها و در بازارها با مونوپولیا کردن اقتصاد استفاده برند، میلیاردها را درآمد بگیرند، به صورت حساب‌های افشاری خود در خارج پنهان کنند. نه نلاگ بسپارد، نه به بودجه وارد میکند و سوء استفاده کامل از وضعیت مهاجرین. تا روزی که این حاکمیت هست، این وضعیت همین خیلی بدون تغییر باقی خواهد ماند. و سیاست پیمان ملی تاجیکستان تغییر این حاکمیت، تغییر این وضعیت و تغییر مهاجر به وطندار، مهاجر به شهروند،
مهاجر به صاحب وطن که در داخل وطن زندگی میکند. این است دوست گرامی سیاست کلی پیمان ملی تاجیکستان درباره مهاجرت. درست استاد، ما تقریبا به پایان برنامه رسیده ایستادیم و تقریبا 5-6 دقیقه یا 7-8 دقیقه دیگر باقی مانده است. یک سوال آخر برای شما داده خواهد شد و بعد از آن 1 دقیقه فرصت داده شد که حرفای آخرین حرفای خودتان را برای مهاجران ارائه کنید. ولی سوال تقریبا بیرون از موضوع است ولی ربط به این موضوع هم دارد، چون گفته است که اگر سیاست اتحاد اروپا در باب مهاجرت تغییر کند، آیا پیمان ملی تاجیکستان در جستجوی راهی هست که در کشورهای همسایه با تاجیکستان حضور پیدا کند و پناهجویان تاجیک که دپورت شدند یا پناهجویان تاجیک که به اروپا آمده نمیتوانند در همون کشورهای نزدیک تاجیکستان پناهجو شوند؟ دوست گرامی، ما باید واقع بین باشیم، از تخیلات و رمانتیک و فانتازیا خود را دور بگیریم. ما باید وضعیت و واقعیت‌های سیاسی را خوب تحلیل کنیم که در کجا قرار داریم، وضع منطقه، وضع کشورهایی که همسایه ما هست چگونه هست، این را باید در نظر بگیریم. پیمان ملی تاجیکستان سیاستش این است دوستی عزیز، تا وقتی که این اروپا به ما امکانیت داده است که آزادانه زندگی کنیم، فعالیت کنیم و خود را آماده کنیم برای بازگشت به وطن، این کار را در اینجا انجام خواهیم داد. و همونطوری که شما گفتید که روز به روز وضعیت مهاجرت در اروپا بدتر و سخت‌تر خواهد شد، این درست است. ما چیکار باید کنیم؟ ما انیق است که در کشورهای منطقه و همسرحد با تاجیکستان، یعنی برای فعالیت، برای زندگی و ادامه مبارزه جا پیدا نخواهیم کرد، خیلی دشوار خواهد بود. پس یگانه راه چی میموند؟ برگشتن مستقیم به وطن. یعنی ما حتی اگر در یگان کشور منطقه هم در همون همسایگی هم باشیم، خیلی به یک مدت کوتاه میتوانی باشی. یعنی این باید مسیر یا ترانزیت برای بازگشت به وطن باشد. یگانه جایی که ما و شما را میبردارد به معنای تامی کلمه این وطن است. بله اروپا در مقایسه به همه کشورهای دیگر برای زندگی، برای آزادانه فعالیت کردن بهتر است، اما این وطنی ما نیست. در اینجا هم ما بیگانه هستیم، در اینجا هم ما خودی نیستیم، در اینجا هم فشارهای روانی، معنوی، مذهبی، فرهنگی وجود دارد. گپ در سر قانون نیست. همین امروز من همین روز دخترچم در همین موضوع صحبت داشت که در مکتب آشکار میگن اگرچه به خانواده ما ربط نداشته باشد، از لحاظ همه کار میکنن، خود را تامین میکنن، اما در مجموع مهاجر را در نظر دارن. بخصوص باز مهاجرایی که مثلا دختری حجاب پوشین باشد، میگن که شما مهاجران نان دهان ما را خورده ایستادید، از حساب ملت و کشور ما زندگی میکنید. همین طعنه، همین منت کافی است که در برابر آن که به شما آزادی میدهد، امنیت میدهد، به شما امکانیت میدهد، اما یک همصنف، همکار، یک در پایز، در اتوبوس وقتی یک نگاه کج به لباسی تو، به ریشی تو، به حجابی تو، به وقتی گفتگو به زبانی تو میکنن، این الکی به تو پیام است که تو در اینجا خودی نیستی، در اینجا بیگانه هستی، اگرچه قانون تو را حمایت میکند. و بنابر همین ما باید برگردیم به وطن. تاجیکستان ما را میبردارد در آینده. اما درست است که تاجیکستانی که در نه زندانی تاجیکستان، یعنی این ربط دارد به کسانی که فعالیت سیاسی ندارن، اینها یگان مشکلی سیاسی ندارن. من فکر میکنم که دیگر این مردم باید آهسته آهسته برگردن به وطن. و ما کسانی که پرونده داریم، کسانی که مشکلی امنیتی و سیاسی دارد، بله در مرحله بعدی برابر آن که شرایط فراهم شد، شک نکنید ما هم روزی بعدش بر خواهیم گشت. بنابر همین من سیاست پیمان رو در این میبینم که در اینجا مهاجرین، آنهایی که آمدن کمک کردن که آنها بیشتر پناهندگی بگیرن، و کسانی را که واقعا هم مشکلی امنیتی دارند در تاجیکستان یا در منطقه سابق شوروی، اینها را هم توصیه میکنیم که بیاین به سمت اروپا با هر راهی که میتوانند. فقط باز تاکید میکنم کسانی که واقعا مشکلی امنیتی و مشکلی برای آزادی هاشون دارند.
اما کسانی که مشکلی رو ندارن توصیه ما این است که هر چه زودتر برگردن به وطن، جای کار رو در اونجا پیدا کنند، برای خود زندگی بهتر بسازند و انشاءالله آماده باشند که دیگر هموطنانی که در هجرت قرار دارند دیر یا زود اینها هم برخواهند گشت. بله درست، توصیه خیلی جویی است، خیلی عالی هم هست. آنهایی که از لحاظ امنیت خطر وجود ندارد به جانشان، خیلی خوب میشد که بر وطن برگردند و اون ناز و کرشمه به ارکگی خودشان رو در تاجیکستان بکنند و این تاجیکستان میبردارد. واقعا این وطن وطنی همه ما است و دیر یا زود البته ما هم و دیگر مهاجران برمیگردد. و امروز در این برنامه ما زیاده از 1500 نفر در یوتیوب پیگیری دارند و در زوم هم بعضی از فعالان پیمان ملی تاجیکستان و جانبداران پیمان هم وارد شدند. اگر هر کسی که میخواد وارد این بحث شود و گفتنی داشته باشد، فرصت برای آنها هم خواهیم داد و تقریبا 10 یا 15 ثانیه انتظار خواهیم شد. و اگر کسی سوال یا گفتنی نداشته باشد، ما تقریبا به همین خاتمی برنامه آمده رسیده ایم و استاد در اینجا بسیار سوالهای خیلی عجیب و غریب هم آمده است. واقعا بیرون از موضوع، چرا در تاجیکستان برق نیست، برق قایم می شود، نهضت اسلامی تاجیکستان در اسلام حزب وجود ندارد، چرا تا حال مثلا نهضت اسلامی تاجیکستان وجود دارد. خلاصه این سوال‌های هستند که با هم پیشتر هم گفتیم شاید در فرصت‌های دیگر، در برنامه‌های دیگر که خاص به این موضوع مربوط است، این سوال‌ها داده شود. من از آنهای عذر می‌پرسم که این سوال‌ها را دادند و من به مهمانی برنامه، به رئیس پیمان ملی تاجیکستان این سوال‌ها را ندادم، چون تصمیم گرفتیم که واقعا تماشابینان ما عادت باید بکنند که وارد این موضوع شوند و در باب این موضوع سوال دهند و یا گفتنی دارند. ما مرحمت، این برنامه هم شما هم هست، می توانید در خصوص این موضوع بحث داشته باشید، اندیشه داشته باشید، نظر داشته باشید، تحلیل داشته باشید. خوب، اگر هست یگان نفری که در زوم صحبت کنند، به فکرم یگان نفر نیست، ولی چون ما تصمیم گرفته بودیم که برنامه ما 1 ساعت و 20 دقیقه می شود، این ساعت ها علاقه 1 ساعت و 29 دقیقه شده است. 10 دقیقه هم دوام یافت این برنامه ما و این فرصت رو برای شما، 1 دقیقه فرصت رو برای شما میدیم که در 1 دقیقه شما آن نوع گفته ها و آن سوال هایی که شاید نشد و در وقت افیر، در وقت برنامه شاید یگان اندیشه، یگان تحلیل دیگری که آمده است، میتونید در 1 دقیقه آن را ارائه کنید استاد. خب در 1 دقیقه چی میتوان گفت؟ این است که این موضوع خیلی مهم بود و من فکر میکنم که با این تمام نمیشود. حتما ما باید در این موضوع با صحبت‌های علاوه‌ای داشته باشیم و من بار دیگر تاکید میکنم که ما در پیمان ملی تاجیکستان آماده هستیم که هر چی از دست تمام بیاید برای مهاجرین تاجیک که دچار مشکلی میشن در اروپا، کمک خود را دریغ نداریم، کمک حقوقی و سیاسی خود را. اما بار دیگر خاطر رسان میکنم که وطن همه ما و شما تاجیکستان است و ما باید تلاش کنیم که به تاجیکستان برگردیم. یعنی همین که ما در اروپا میاییم و پناهندگی میگیریم، این باید خودش یک زمینه یا مقدمه بازگشت به وطن باشد. اگر ما اینجا بیایم و مبارزه نبریم و فقط پناهندگی رو گرفتیم و دیگر دنبال کار و زندگی باشیم و به همین گویا تمام، یعنی ما نه تنها در نزد ملت، در نزد وجدان خودمون هم اون مسئولیت رو انجام ندادیم. یعنی همون پناهندگی رو هم حلال نکردیم، پس دروغ گفتیم، پس فریب کردیم، پس این پناهندگی رو از حساب زندانی های گرفتیم که در زندان ها پوسیده ایستادن. ما مشکلات آنها را مطرح کردیم، گفتیم که حکومت تاجیکستان دیکتاتوری هست، من اینها را زندانی کرد، نهضت را زندانی کرد، گروه 24 پامیری ها را زندانی کرد، بلاگرها را زندانی کرد. من هم جزئی همونا بودم. اگر در تاجیکستان می بودم زندانی می شدم. امروز آمده پناهندگی را گرفته، دنبال کار و زندگی و فیسبوک و سلفی و رفت و آمد و اینا هستید و حتی تمسخر به همون زندانی ها و به همراهان و برادران زندانی ها و به مبارزان میکنید. این رو واقعا نه
ایمان میبخشد، نه وجدان خودتان. من توصیه این است که همگان دیگر هر چی بود و گذشت باید بر این سمت برویم که با مهاجرین در مشکلی بوده کمک کنیم و همه مهاجرین تلاش کنیم که به وطن برگردیم و وطن خودمون رو با اون تجربه که در اروپا حاصل کردیم، اون پیشرفت‌های اروپا رو که آموختیم، دیدیم، چشیدیم، سنجیدیم، این رو در وطن خودمون در تاجیکستان تطبیق کنیم که دیگر یک تاجیکستانی همون کشور آرزوهایش رو، همون اروپایی که در ذهنش میپرورد که من یک وقت در اروپای آزاد و پیشرفته زندگی کنم، همون رو در تاجیکستان پیدا کنم. تشکر استاد، خیلی عالی گفتید. و امروزه مهمانی برنامه ما استاد محیدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان بودند و ما موضوع وضع سیاسی اتحادیه اروپا و تاثیر آن به مهاجرین، بخصوص به مهاجرین تاجیک گفتگو داشتیم. نظرها، تحلیلها، اندیشها گفته شد. تماشابینان عزیز، با همین برنامه ما به آخر رسید. در پناه پروردگار باشید و در آینده برنامه‌های ما را پیگیری بکنید. تشکر استاد بار دیگر. سلامت و سربلند باشید. به همه دستاندارکاران و همکارانتون هم تشکر. با مردم عزیزم که ما را پیگیری کردن.